الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوال شده است که گوشت قربانی را چگونه استفاده بریم، یعنی در تقسیم کردن و استفاده بردن چگونه است؟ بارک الله فیکم. سنت صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که هر کسی که قربانی میکند یک قسمش را به فقیران، به محتاجان به قدری یعنی معین یک قسم گوشت را خام تقسیم میکند و یک قسم دیگرش را میپزد، تناول میکند و یک قسم دیگرش را ذخیره میکند. یعنی جایز است که گوشت قربانی را ذخیره کنید. مثلا یک انسان گاو کشت، این یک قسم گوشتش را به مسلمانان و موحدین صدقه کرد، یک قسمش رو طعام پخت و خورد و یک قسم دیگرش رو ذخیره کرد و به اهل خانوادهش خورد و این جایز است و بهترین طعام این طعام قربانی است. بارک الله فیکم. که امروز عرفه، فردا عید قربان، فردا شما از خانه هیچ چیزی نخورده نماز عید را میخونید و بعد از عید کوشش بکنید که از گوشت قربانی پخته شده تناولی بکنید. و این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی که امام مسلم رد میکنند امر کردند که ذبح رو کردید، یعنی تو وقت ذبح شما طعام نخورید بهتر است و افضل است و بعد از این طعام از قربانی میکنید. این سنت است. بارک الله فیکم. سوال دیگر این است که قربانی کردن از نام کسانی که وفات کردند. والله بهترین نیکی و بهترین صدقه برای مردگان، بهترین عمل خیر برای مردگان، برای فوتیدگان، برای اقربا، مثلا یک کسی برای پدرش، مادرش، بهترین نیکی و بهترین صدقه اگر خواهد که بکند، ببینید یکی از اونها اولینش بگیم حج است. حج کردن از نام پدر و مادر، عمره کردن از نام پدر و مادر. اما کسی که قدرت و توانایی ندارد، یعنی مبلغ ندارد، استطاعت ندارد، در این حالت بهترین خیر و صدقه و نیکی برای مرده، برای فوتیده کسی نباشد. برای فوتیده که خویش و تبار شما هستند، پدر و مادر هستند، بابای و چه هستند، برای اون ذبح کردن، قربانی کردن از نام مرده است. ما همیشه به مشرکین، به غلات، به این قبر پرستان میگوییم که شما قبر پرستی نکنید، شما اون عملهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق مرده نکرده اند نکنید، اما اون عملی که رسول الله اجازه داده اند، بهترین عمل برای مرده گفتند، انجام بدهید. بمانند قربانی، اگر پدر و مادر شما مسلمان وفات کرده باشند، برای اینها قربانی کردن، دعا کردن جایز است. اما پدر و مادر اگر مرتد یا که مشرک وفات کرده باشد، 100 حج بکنید، 1000 قربانی بکنید، چی عملی رو انجام ندیدن فایده ندارد. پس به پدر و مادر مسلمان فوتیده، به آچه بابای مسلمان فوتیده قربانی کردن یکی از بهترین صدقه و بهترین خیر برای مرده است. سبحان الله. پس مرده ها در حق شما، در حقیقت در بالای شما حق دارند، پدر و مادر شما حق دارند. از نام اونها قربانی بکنید، به مسکین و فقرا تقسیم بکنید. بارک الله فیکم.